بعد بسیار سپار میکنیم گفته در ابتدای سوالتان این کار نادرست است. بحث و مناظره سبب بدبینی میشد و وقتی بحث و مناظره آدما گپای غلط، غیبت، ظلم میکنند. مثلا میگوید که فلان داملا این سخن گفت که دیگه فلان داملا تا فلان کارم میگوید. مثلا برای چی؟ باری غضبش گفت، یا برای آنکه شما فلان داملای گفتید اكو مین بعد دیگه همون داملای قبول ندارد، برای چی؟ بر ضد این شما سخنش آوردید. این خیلی نمیشه. بنابراین اگر علمدار نباشد هر دو آدم بحث نکنند. آدمی علمدار هم همین بحث سبب بدبینی هست اصلش. بحث فقط به خاطر الله میشد، با نیت. برای چی من با این داملا بحث میکنم؟ واقعا اگر خطا باشد با اسلوب نیک بحثی حسنه کرده خوب فهمانه نکار که به حق برگردد. یا وقتی که دو کس بحث میکند حق معلوم میشد. برای که یک آدم کتاب میخواند شاید یک چی میفهمد، لیکن وقتی بحث میکند در وقتی بحث حقیقت را میفهمد. وقتی که فهمید باید جزاک الله خیرا گوید به مقابلش، جزاک الله خیرا تو سبب شدی که من حق رو فهمیدم، نه اینکه اكو تو حق برآمدی، تو زور برآمدی گفته و بعد بیند و حسد کند. یک روایت هست بعضی ها نقل میکردن که امام ابو حنیفه بسیار بحث میکردن، فرزندشون هم بینن بحث دارد حماد، بعد نهی کردن، گفتن که با مردم سپار نکن، یعنی بحث نکن، کشاکشی نکن. بعد گفت که شما بحث میکنید کو؟ بعد گفتن که آخه من بحث میکنم تا اینکه حق غلبه برآید، تو بحث میکنی تا اینکه تو غلبه برآیی، تو غالب آیی. یعنی بعضی آدم، نه فقط بعضی آدم، همه میخواد که وای غالب برآید، نه حق. این کارا نادرسته. بنابراین بحث غالبا برادر دو برادر دو دوست به همدیگر دشمن میکنن. نکنید اون بحث. آدمی که علمدار است میپرسید و گفتی همون که عمل میکنه تمام بحث نمیکنه. اگر دانید که قبله یکی وای روی آورده 100% خطا است، بله به اون قبله شما نگاه نمیکنید، شما به دیگر طرف نگاه کرده نماز میخونید.